چیگه پس ابرو؟ قلبم استاد کردی اصل. نمیخواستم بترسانمت. ده چرت رفته بودی. راستی به تشویش شدم که تو را چی اینقدر چرتی ساخته؟ کنان یا الینا؟ منظورت از دیگه با چی است؟ ضرور نیست که به تشویش شوی. فقط یک سوال پرسان کردم. اصل جان لطفاً واضح گپ بزن. میخوایی که چی بگویی؟ ما کاملا واضح گپ میزنم. تو خودت نافهمی میزنی. به هر صورت مهم نیست. بیازو فردا وقتی که فیلم آمد من جواب سوال خودم میگیرم. فراموش نکو که دایی فیلم تو و کنعانام هست. میفهمم، اما جزای ما کمتر از کسی است که میخواست الینا را از بین ببره. من آماده هستم که قیمت کار ما بپردازم. و تو؟ ما هیچ کاری نکردیم. خود دیدی خواهر جانه. بسیار تشکر نورا جان. دیگه چیزی میخواین؟ نه، نوش جانتان. خیرتیس، سلما گفت که مرا کار دارین. دفنه تو رو خواستم مادر جان. دگرها کجاستن؟ هیچ کس نیست مادر جان. تجلیل میکردیم از او خاطر. الینا و کنان ده باغچه هستن. اصل و اورالم ده بیرون است. درست است. چی را تجلیل میکنیم؟ شما به خبر هستین؟ زندگی خبر خوش به مادرت نگفتی؟ فرصت نشد عشقه. میفهمی که مام سپرایز شدم نه؟ بلیاز خدا چی شده؟ برم بگوین. البته شما الینا را تنها مانده به جلسات اداری آماده نتانستین. گرچه فکر کردم که اورال همراه شما مشوره کرده، اما میبینم که نگفته. به هر صورت حال مام سهمدار شرکت هستم مادر جان. بعد از این ده هیئت اداری مام میباشم. چی؟ هیچ طرف ما قسم سیل نکن مادر. اورال از سهم خود به دفنام داده. مام در جلسه خبر شدم از این گپ. خواستم کلتان متعجب بسازم. مادر جان شما از این گپ خوش نشدین؟ چی شده کندال؟ میخوایی چیزی بگویی؟ نه ترس بگو. آقا اورال، اگه عزیز پیشنهادتان قبول کنه شما چی میکنه؟ حقیقتا میگن؟ عزیز پیشنهاد مرا قبول نمیکنه. او رو من خوب میشناسم. فقط خواستم بفهمم به قدر آسانی از اصل منصرف نمیشم. اگه کدام پلان داشته باشه باید بفهمم که چی روزای سرش میآید. تشویش نکو، تو رو دگیر نمیتون. خودم دگیر نمیتون. همه تو گپ زدم. اما البته فقط در قسمت گفتن آدرس ناز. عزیز توپراک هرگز نمیفهمه که خواهرش کجاست و چی میکنه. اما بعد از این بیشتر متوجه خواهد بود. به خاطر که دخترش همراه ما در یک تخت میخوابه کندال. یعنی اگه اعصاب مرا خراب کنه باز یک وقتی میبینه که خدای نخواسته ما و اصل سر ما را از سر بالش بلند نمیکنه. اما در این موضوع شوخی نمیکنم، راست میگم. نامه را عزیز پیدا کردم. فکر میکنم توی اورال بیبی که همراه دختر چی کارایی کرده. ازالم در مقابلش رفته سپر شده. توبه توبه. من چی بفهمم اما این دختر کدام گله به او میترسم که سر خود کدام بلا نیاره. بلیاز خدا همراه دیمیر اغلا هم زده میشه و آدم بیاز دیوان است. اگه بفهمم به خدا که اصلا زنده نمیمانه.
های چی میشه ملکه؟ فوراً گپای منفی شروع نکو. اگه عزیز میگه صبر کو حتما چیز را میفهم. البته گفتنش بسیار آسان است، ولی از خدا دخترم همراه او لوده یک جای اسم چطور صبر کنم؟ تو هم حق به جانب هستی دخترم. خب نگفتن که درد اولاد در دل مادر است چیزی از که از دست ما نمیایه. اما عزیزه که من میشناسم دختر خدا بی کس نمیمونه. دیمیروغلوها را بان. اگه دیمیروغلوها کوام باشه چپکده میره. اگه میگه صبر کو پس صبر کو. رئیس به نظرم یه احمق گپ ناق میزنه. نه حافظ نه، من او رو خوب میشناسم. به خاطر یه گپ ناق به شما نمیایه بچیم. یعنی میگی که راست میگه؟ از او روانی هر چیز انتظار میره. هم مسئله میکشه و هم خودم. خیال چی کنم رئیس؟ نمیفهمم حافظ، نمیفهمم. ای بیشرف سیم به ما کشیده ددان ما موند. اگه قرد کنم منفجر میشه. اگه بندازیم هم بازم منفجر میشه. شب بخیر. چند بار برات زنگ زدم، چرا تلفن خودت جواب نمیدی؟ مصروف بودم مادر. ای قسم است نه که مصروف تقسیم کردن سهام شرکت بودی. هر روز خانم بیکار نشیشته فوراً آمده خبر کرده. وقتی که ات یک فرصت بتی البته که بیکار نمیشینه. سهم دادن به دفنه چی منامت اورال؟ اما تو ضرور شد مادر دادم. تو همراهیم رشخندی میکنی؟ اینقدر سالا به خاطر داخل نشدنش هر کاری کردم. حالا با دستای خود به او سهم دادی ها؟ ای دختر چی کده؟ چی دسیسه کده؟ ها؟ در دستش کدام دلیل است؟ مهم نیست. دفنه وارد شرکت میشم مادر. بچیم بیبی اگه کدام گپه است برم بگو. است مادر، اما فعلا بسیار خسته هستم. اگه اجازه بدی میخوایم استراحت کنم. تو متوجه نیستی که چی میکنی اورال؟ مادر دفنه مار آستین است. چطور اجازه میدی که وارد شرکت شوه؟ تو قبل از آوردن اون مرده ای خانه باید فکر میکنی مادر جان. تو در خانه متوجه او باش، من در شرکت متوجهش میباشم. درباره دیگراش فکر نکن. شب بخیر. شب بخیر. اگه لباسایت تبدیل میکنی من میبرایم. امروز به دیدن پدرت رفتم. خوب است؟ چی خوب است؟ پرسان نمیکنی چطور است و درباره چی گپ زدیم؟ خب اگه کدام چیز مهم باشه برام میگی. دیگه نمیخوای اینجا کار کنم. یعنی نمیخواست. گفت نمیخوایم در خانه دامادم کارهای خرد و ریز انجام بدم و مام درکش کردم. فکر خوبه کده. بیازو خوبام نبود. میفهمی رابطه تو پدرت یکم بر من عجیب معلوم میشه. مثل پدر و دختر نیستین، مثل دوتا بیگانه هستین. چطور یعنی؟ یعنی اصلا پریشانش نیستی. وقتی اینجا کارهای خرد و ریزه میکردم صدایت نکشیدی. در صورتی که اگه تو میخواستی من میتونستم در شرکت برای کار خوب آماده کنم. خوش ندارم خانوادیم در زیر سایه تو باشن. کلشم خدر؟ چیز دیگه اون باید می بود؟ او پدرت نیست؟ ای چه قسم سوال است؟ ماما میره پرسان میکنم. مثل دختر و پدر نیستین. دختر و پدرشان بسیار دوست دارن اما بر تو اصلا مهم نیست. کاملا برعکس. زیاد برام مهم است. ضعف او را میفهمم. من فقط مواظب خودم هستم. نمیخوایم که قیمت اشتباهات او را بپردازم، مخصوصا در این وضعیت. درست است. اگه او قصه میگی پس همه طور است. حالا میتونم برو. یعنی که تمام تصاویر آماده همونطور است؟ آماده، اما من یک چیز نفهمیدم. تو چرا میخوایی یاردست که پاک کنی؟
تو خود تصویرها رو کار داشتی؟ نه جانم، من تصاویر چی کنم؟ راستش رئیسم از من خواست که پاکش کنم. فکر کنم نمیخواه که بیادرش و خانمش ببینن. یعنی چطور بگویم؟ فکر میکنم در خانه کدام گله به آب داده. هرچند زیاد برای مهم نیست، اما طرفین به این بستگی داره. من برای تک چیز بگویم، به خاطر هیچ کسی کارا نمیکردم. میفهمم. بسیار زیاد تشکر. چی نظر داری که شب طرفیت تجلیل کنیم؟ البته امشب ساعت 8. دوستا رو من روان کردم به خاطر که شام با هم باشیم. خب حالا دیگه تصاویر پاکو در گزارشم نوشته میکنی که هیچ چیز نبود. این کار آسان است. در قار خدا شوی. خانم گلشن، شما اینجا چی کار دارین؟ بیادر روچی بدون از کارمندا کسی دیگه اینجا داخل شده نمیتونه، لطفاً بفرمایید. احمد بیادر. هارد دیسک دیم روغلو آماده بیادر. پس خوب است، فوراً گزارش نوشته کو تا شام باید با کورال برسانیم. درست است بیادر. مانده نباشین. سلامت باشین. من اصل دمیروغلوستم، همسر اورال دمیروغلو. خوش شدم. بفرمایین بشینین. چی اشتها دارین؟ تشکر، چیز نمیخوایم. مرا اورال روان کرد، خودش آمده نمیتونه. اگه تصاویر آماده باشه من میخوایم که هارد دیسک و گزارش بگیرم. تصاویر به دست آمد. شب هم هارد دیسک و هم گزارش به آقا اورال میرسه خانم. راست بگویم تا شب منتظر بودن نمیتونیم. اورال خواست که فوراً آمده از شما خواهش کنم و بگیرم. متاسفانه خانم اصل جدی هشدار داده بود. بدون از آقا اورال ما او تصاویر به هیچ کس دادن نمیتونم و دیگه نوشتن گزارش کم وقت میگیره. شب ما تصاویر به آقا اورال روان میکنم. فکر کنم نفهمیدین. بیازو اورال خودش مرا اینجا روان کرده. بله میفهمم. قسمی که گفتم جدی هشدار داده بود. معذرت میخوایم. خوب است. آدرس ما کمی تغییر کرده. در یک خانه دیگه کوچ کردیم. اگه بجای اشتباه بره چی؟ نه خیر. بیازو هر دو آدرس پیش ما است. حتی خانه دیگه تان از سیستم امنیتیش هم ما نصب کرده بودیم. یعنی شما حال تصاویر نمیتین؟ معذرت میخوایم. یه امکان نداره. درست است؟ خیمه با اورال زنگ میزنم. مطمئن هستم از رفتاری که همراهیم کردین هیچ خوش نمیشه. من تحت امر هستم خانم اصل. اما اگه آقا اورال به شرکت ما زنگ زده بگوید تصاویر به شما بتم، البته به بسیار خوشی ای کار میکنم. او تصاویر به شما میتم. اصل کنان؟ چی کردی؟ تو اینجا چی کار داری؟ اورال مصروف میساختی؟ همه قسم گپ زده بودی. چی کردی؟ تصاویر گرفتی؟ نگرفتم. تا داخل رفتی و تصاویرم گرفته نتونستی. هم جالب و هم عجیب است. میگفتی با تنهایی کار حل میتونی. اورال برشان گفته که به هیچ کس دیگه ندن. میگفتی من خانم دوست داشتنی او هستم. زیاد گفتم اما نمیتن دیگه. میگه گزارش تا شام آماده میشه. با گزارش یک جای تصاویرم روان میکنن و بعد دست اورال میرسن. ما باید مانع شویم کنان. باید یک کار کنیم اگه تباه میشه. چی کنیم بگو؟ تو چی کردی؟ حالا پایین برو، منتظرم باش. برو.
اما این منزل چندم از سوم درست است. برو پایین منتظر باش. چی کردی؟ هیچ میفهمی؟ اگه آرام باش، دستگیر به زیر نمیشم، تشویش نکن، منتظرم باش. اوف کنان اوف. آرام باشین، بفرمایید. آرام باشین، تشویش نکنین هیچ گپ. آتش سوزی شده چطور؟ معلوم نیست آقا، دوستا سیستم برقی رو کنترل میکنن، تشویش نکنین. منزل سوم چطور؟ امیداش تا آقا دلتان جمع. خارج جای خوب کنترل کنین، داخل کسی نمانه. صحیح؟ امیداش تا آقا دلتان جمع. کجاستی کنان تو؟ کجاستی؟ در منزل سوم هستم، دهلیز پاک است، هیچ جود دیده نمیشه. جنراتورها رو چک کرده بعداً براتون معلومات میتون. شما اینجا چی رو میپالین آقای محترم؟ ما وقت زنگ خطر شنیدم و تشویش شدم، داخلی اتاق شدم. فوراً از اینجا برین آقای محترم. عجله کنین، عجله کنین. درست است البته. اتاق کنترل هم پاک است. دوستا کدام اشتباه شده؟ کدام گپی نیست؟ هر کس میتونه با کار خود برگرده. با کلسم وقت خوش میخواه. گرفته تا نیستی؟ در موتور گپ میزن. بابا چی گپ شد؟ حالا کنان یک دقیقه صبر کو بگو. نفرای امنیتی گیرم کرد. چی؟ اما قبل از آمدن اون نفر کار محل کردم. خدا را شکر. زیاد ترسیدم که بعد سورا نرسد. هر چی زودتر باید گمش کنیم. اول باید از اینجا بریم ببینیم کی قصد جان الینا را کرده بود. حالا الینا ای تو کجا میری؟ با دیدن دوستای میرم مادر جان. ای گپ دیگه از کجا شد؟ دکتر خوب برات گفته که نباید در جایی بیری باری جان مادر. زیاد خسته شدم مادر. بالاخره باید به خاطر اتفاقات شب نامزدی توضیح بدم. به خاطر گپای ناق سوال کده میرن. آبروی ما پیش کلگی خو رفت. کاش که به خانه دعوتشان میکردی دختر قندم. واقعا زیاد خسته شدم.
این قسمی فکرم کم دگام میشه. زیاد نام وقت نمیکنم، تشویش نکن. درست است. 1-2 ساعت بعد بیایی، درست است؟ وقت دوای تیر نشه جانم. درست است. حالا بخیر بریم. خداحافظ. خانم جانان، ای پاکت ها آوردن. ای چی است؟ نمیفهمم، به نام آقا اورال آمده. فکر میکنم از بانک است. توبه توبه، چرا به شرکت روان نکردن؟ خدایا من چی کنم؟ اگه او تصاویر در دست اورال برسه تباه میشه. در زندان پست خواد داده. ابرو چی شده؟ اینا چی است؟ دوسیه 2017 است از شرکت دیمیروغلو از گروپ آتانا. دوسیه هر دو شرکت باید مقایسه کنین، گزارش آماده کنین. من از محاسبه چی میفهمم؟ من در بخش مالی کار میکردم. حق با جانب استی. خانم دفنه خواسته، گفتن اگه فردا دوسیه را سر میز نبینم هر دویتان از کار اخراج استین. مربوط من همیشه معذرت میخوایم. زندگیم با غذا خوردن بریم. بریم خوشی ما را تجلیل کنیم. چی شده سینان؟ کدام گپ شده؟ نیکه ازی که بسیار دوست داشتنی تا ابرو را ازت گرفتیم سرم قار هستی. هم با تشویش هستم که دیگه چقدر بازی خود کردی دفنه. بازی چی سینان؟ این دیگه چی مانا؟ دفنه؟ ما به اندازه که تو فکر میکنی آدم احمق نیست. کاملا مطمئن هستم که اورال و اصحامه به خاطر که حقیقت است برات نداده و خوش ندارم که پشت سرم کاری بکنی. آی سینان چی میشه؟ خوشی ما را از بین نبر. خوشی ما را تو از بین میبری دفنه. من هر کاری میکنم به خاطر هر دوی ما سینان. چی کدی؟ مام امین ازت میپرسم چی کدی که برات سهم داده؟ فریب دادو. اورالم فریب من خورد. دفنه چی کدی؟ برایم واضح بگو. اوف سینان اجازه نمیده که یک روز خوب داشته باشیم. درست است برات میگم. مثل که هیچ چیز نشد و برم سهم بده. برش گفتم کنعان عزیز سرم شک میکنه. گفتم اگه فکر کنند کدام نقطه ضعف اورالم میفهمم باز حتما به گپایم گوش میکنن. بعدن به حد یک تمثیل با اورال معلومات میتم. حال صحیح شد؟ حال راحت شدی سینان؟ از کجا معلوم که کنان از چیزی بپرسه؟ اورالم دی باره هیچ فکر نکردن فریب تو را خود اما قسم است؟ ازی که کنان همیشه چهار طرف است. اورالم در وضعیت نیست که دی باره فکر کنه. یعنی آماده هر نوع کار است. ما هم از این وضعیت استفاده کردم. درست است هرچی که تو بگی، اما قبل از برداشتن هر قدم برام خبر میدی. بدون اطلاع دادن به من هیچ کاری نمیکنی. فهمیده شد؟ فهمیدی دفنه؟ البته که فهمیدم زندگی. درست است. حالا به غذا خوردن بریم جانه.
اورال؟ ای چی منامیته؟ بانک از طرف خودشان خانه را فروخته. چی؟ ای چطور امکان داره؟ تو برم بگو که چطور امکان داره. امضای تو هست. احمقای پست. من از یه احمقا وقت خواسته بودم. چطور یک کار تانستی اورال؟ او خانه 3 نسل میشه، نشانه از خانواده دیمیروغلو هست. چطور خانه رو فروخته میتونی؟ نه فروختم مادر، ضمانت مانده بودم. به خاطر قرض دیگه چی میتونستم بکنم؟ اینقدر پیسه نقد از کجا پیدا میکردم؟ بس است دیگه اورال، بس است. از پاک کردن کثافات کارایت و از پوشیدن اشتباهاتت خسته شدیم. از پاککاری کثافت کارایت خسته شدیم. به خاطر که به خود میایی یک کاری میکنی، هر اشتباهیت چشم پوشی میکنم. رفته همراه خواهر دشمن جانیم عروسی کردی، چوب شدم. او دختر دهاتی را عروس ما ساختی، به خانه آوردی، چوب بودم. به خاطر هر کار چوب بودم. همیشه کمکت کردم، حمایتت کردم، حتی. چی شده مادر؟ چرا چوب شدی؟ ادامه بده، چرا چوب شدی؟ حتی چی؟ حتی چی؟ حتی چی مادر؟ بگو نشرم، چون من جرأت روبرو شدن با حقایق دارم. تو را هیچ وقت قدر عصبانی ندیده بودم خانم دمیروغلو. حتی بعد از اتفاقاتی که در خانه چشمه رخ داده بود، با وجود قدر اتفاقات موفق شدی که عصبانیتت کنترل کنی. حالا از دست دادن خانه بیشتر از کل چیز اعصابت خراب کرده. اما تو راست، اما در حقیقت حیران نمیشم، به خاطر که با جانان دمیروغلو ثروت و قدرت و اعتبارش بیشتر از هر چیز مهم است. تا وقتی از اونو محافظت کنیم، هر کاری هم بکنیم مهم نیست. دیگه هوش کنی، همراه به تو رفتار نکنی مادر، هوش کنی. این خانواده و این شرکت هم اداره میکنم، هر چی بخوایم میکنم، هر تصمیمی بخوایم میگیرم. کسی در کار مداخله نمیتونه بکنه، به هیچ کس حساب نمیتونم. فهمیدی؟ به هیچ کس. چطور است؟ کاملا مثل یک رئیس شدم، همه تو نیست؟ تو چی میگفتی؟ مسلمان، با قدرت، با جرأت، فعلا دقیقاً همون قصه هستم. حال سر بچه افتخار کن. بله آقا البای. آقا اورال مزاحمتان شدم، اما یک موضوع است که باید به شما بگویم. تونست این تصاویر رو پیدا کنه؟ متاسفانه هارد دیسک گم شده. یعنی چی گم شده؟ چطور اتفاق افتاد؟ حق به جانب هستن، اما با یک زنگ خطر اشتباه هارد دیسک گرفتن. کی گرفتن؟ هنوز تثبیت نشده، اما قبل از زنگ خطر خانمتان آمده بود، میخواست که تصاویر بگیرن. وقتی دوستا گفتن نمیتیم کدام جنجال ایجاد کردن. چند دقیقه بعدش هم زنگ خطر به صدا در آمدن. اشتباه درک نکنین، مقصد مختصر ساختن خانم اصل نیست، اما قدر اتفاقات بریم تصادف معلوم نمیشه. خواستم که به شما اطلاع بدم. چطور تو یک کار کردم میتونه؟ چطور قدر به وجدان شدم میتونه؟ من حد زده بودم، شک کرده بودم، اما چی بفهمم؟ گفتم نمیکنم، باورم نمیشد، اما این کار کردم. حسابی این کار پس میته. کنان آرام باش، کجا میری؟ چطور آرام باشم اصل؟ چطور تو یک کار کردم میتونه؟ چطور تو یک کار کردم میتونه؟ چرا؟ من بسیار معذرت میخوایم، نباید اجازه میدادم که او در این خانه می بود. گناهی تو نیست. از کجا میفهمیدی که قسم یک انسان است؟ من او را از خانه بیرون میکنم، همراه خانواده ما گپ میزنم، تصاویرم با پلیس روان میکنیم. باید جزای کار خود بدونی. تو هیچ کاری نمیکنی، مداخله نمیکنی، درست است؟ تمام تصاویر ما دزدی کردیم، فقط ما دیدیمش، تو خبر نداری. نمیشه کنان. فهمیده چطور چوب باشم، چطور نادیده بگیرم؟ مجبور هستی چوب باشی اصل. اگه اورال خبر شوه هر دوی ما هم دست هستیم دیوانه میشه. خودت اون نامه را خواندی، با ناز چی کارایی که نکرد و تو هم ضرر رسانده میتونه. تو خدا به خبر بنداز، ابرو هم حسابی کارا میتا. درست است؟ درست است اصل؟ تا وقتی برم نگفتی همراه کسی هم گپ نزن. درست است، گپ نمیزنم.
چطور اتیا کار کده میتونه؟ بیا الینا، بیا، خوش آمدی. چی شده؟ خوب معلوم نمیشی؟ کدام مشکلی هست؟ خوب نیستم. شما خب باید بفهمین که خوب هستم یا نه. راستش نفهمیدم الینا جان. مریضی اصلی ما بریم بگوین. میفهمم که خوب نیستم و هیچ وقتم خوب نمیشم. لطفاً با چشمای ببینن واقعیت بریم بگوین، چیزی را پود نکنه. لطفاً واقعیت بگوین. ما آماده شنیدنش هستم. بریم بگوین چقدر وقت دارم. بله اورال. کجاستی زندگی؟ در رستوران هستم. خوبه است. چرا پرسان کردی؟ هیچ، میخواستم خبرت بگیرم. تو کجاستی؟ در شرکت هستم. کارم زیاد است، امشب ناوقت میایم. خوب است، مام کمی کار دارم، شاید ناوقت بیایم. درست است زندگی، باز میبینمت. باز میبینیم. بیبی ملکه، یه اورال روانی هر کار میتونه. میفهم. چطور نمیفهم؟ به او خاطر پشت دروازه آمدم. عزیز، من به خاطر اصل زیاد تشویش میکنم. تشویش نکن. اگر با موی دخترمم ضرر برسونه را با 7 پشتش زیر خاک میکنم. اما توی یک روانی عادی نیست. به خاطر او باید کارهای ما را پخته کنیم. فهمیده که اصل دخترم هست. چی؟ تو چی میگی عزیز؟ حالا اگه زندگی دختر ما را به زندان تبدیل بسازه چی؟ اگه او را اذیت کنه چی؟ تو با یک شکل به اصل هشدار بده، اما قسم بگو که نترسه. هر قدر امکان داره دور باشه، همراه او روانی هیچ وقت تنها نباشه. درست است؟ بله دکتر صاحب. خانم جانان، امروز بسیار یک کار بد شد. چی شده دکتر صاحب؟ میگه دخترم چیزی شده. الینا امروز پیشم اومد، از کل چیز خبر داره. پرسید که چقدر عمر مانده. دختر دایی رو یک جان به دادن دارم. او رو میتون به امید خداوند. اما ازت یک خواهش دارم. اگر زنده نبوده عاقبت اورال روانی را دیدن نتونستم. تا وقت زبانم باز شده به اصل گفتن نتونستم که پدرش هستم. تو حقیقت به دخترم بگو. این روحی که در زندگی آرامش نداشت حداقل بعد از مرگ آرامش داشته باشه. تو نگو. ده اینجا چی گپ هست؟ تو چرا باز اینجا آمدی؟ آقا عزیز، به گپ زدن آمده دخترم. یک دقیقه مادر. بس هست دیگه، هر دقیقه مقابل ما آمده برای ما جنجال جور میکنی. تو از آزار دادن ما لذت میبری چطور؟ اصل دخترم ببین. مرا دخترم نگو، فهمیدی؟ تو از ما چی میخوایی؟ مشکل چی هست؟ اصل دخترم، آقا عزیز آمده که همراه ما گپ بزن. با گپ زدن آمده، اما ترس خیلی گپ بزنم مادر. بگویه که مشکلش چی است، اما در جایی که مادرم نباشه گپ بزنه. نه جانم، چی ضرورت است ما بیازو گپای ما را گفتیم؟ درست است خانم ملکه. ما و اصل به تنهایی گپ میزنیم. کمه پیش سایل خدم بزنیم. بیا بیا برو اونجا بشی.
تو چقدر یک دختر بی‌وجدان و بی‌رحم و سنگدل هستی؟ از الینا چی می‌خواستی؟ چرا این کارو کردی؟ من هیچ کاری نکردم. چوب باش. کنان با خاطر از بین بردنت به مشکل مانع خود میشم. تو هیچ انسانیت نداری. چرا میخواستی یک دختر مریض و بیگناه را بکشی؟ تهمت است. من همراه الینا هیچ کاری نکردم. با چشمای دیده برم دروغ نگو. با چشمای خودم دیدم که با اتاقش رفتی اکسیژنش کشیدی. چطور تونستی این کار کنی ها؟ چطور بی‌شرمانه سر اصل تهمت زدی و آمده بر علیهش برام میگفتی؟ چطور این کارم میکردی ها؟ چطور این کارم میکردی؟ برام جواب بده. بگو. کنان من یک اشتباه کردم. قسم میخورم بیبی من بسیار پشیمان هستم. برای تو سر میکنم. لازم به کسی چیزی نگو لطفا. از کلاوده کنان بیازو الینا خوب است چی میشه به کسی چیزی نگو. برای تو سر میکنم. اگر در دست می بود همینجا خودم جزایتم میدادم، اما فعلا این رای نجاتت از حال رفته. با جرم خود اعتراف میکنی، میگی من این کار کردم، میخواستم الینا دیمیرغلو را از بین ببرم، تسلیم میشی؟ نکن. من به خاطر یک اشتباه از زندان پست میتم کنم. خاطر یک اشتباهی توی دختر بیگناه زندگی خود از دست میداده برو. چطور تو کار کردم میتونی ها؟ فریب کدام حرست خوردی؟ درست است. درست است. من میرم و کل چیزا به کلگی میگم. وعده میتم که کل چیزا به کلگی میگم. برات وعده میتم کنم. تو از خانواده ما چی میخوایی؟ مشکلت با اورال میفهمم، با تشویش سرنوشت خواهرت هستی، اما از خانواده ما چی میخوایی؟ با مادرت کدام مشکل ندارم دختر من، اما حقیقت داره که همراه پدرت یک دشمنی سابقه داری. این دشمنی چی است؟ پدرم برای چی کده که قدر سالا در مقابلش کی نگرفتی؟ خلیل 26 سال از بهترین لحظه های عمرم مرا دزدی کردن. خوب از خیبرم بگو چی کده، واضح گپ بزن. تهمت یک جرم سرم زد که من مرتکب نشده بودم، به حوزه رفت علیه مسارات داد. سالا از عشقم و از اولادم دور ماندم. یه قسمه از چرا علیه اورال همراه پدرم همدست شدی؟ اگه برای ازو یک بدی کده چرا دوباره سرش اعتماد کردی؟ اعتماد نکردم، تا آخر عمرم اعتماد نمیکنم، اما وقتی گفت از خواهرم یک سر نخ میاره او را بخشیدم. وقتی موضوع جان کس باشه انسان خاموش میمونه. خواهرم مثل جانم بود، فهمیدی؟ وقتی خلیل او خطا کشید دشمنی خدا فراموش کردم. پدر و مادر ما مثل جانم هستن، همیشه در مقابل ما آمده مشکل ایجاد میکنه. چشمای مادرم همیشه پر از اشک است. پدرم به خاطر تو در اتاقای هتل سرگردان است. میفهمم. فعلا هم داکسرای هتل تحسین است. تو پدرم ما تعقیب میکنی؟ طرف ما بیبی از پدرم دور باش، اگه خورترین مشکل سر او بیایی. تشویش نکن. بیازو وقتی هتل آمد خبر شدم. اگه میخواستم برش کدام مشکل جور کنم قبل از اینکه سر خدا روی بالش بانه بیرونش میکنم. تو خودت چی فکر کردی ها؟ بیرونش میکنم؟ اینجا جنگل است. تو با اون دست بزن که با دستای خودم تکت کنم. اگه 40 سالم فکر میکردم با فکرم نمیامد که خانوادگی دیوانه هستی. گاش که من یک دختر میداشتم که مثل تو پدر خود دوست میداشت. البته که دوستش دارم، او پدرم است. اگه با یک تار موی او ضرر برسه در مقابل تستاد میشم عزیز تهران. بیازو استاد شدی. سر شجاعتت چک نیست، مخصوصا جسارتت. طرف پدرت رفتی. بله اورال. کجاست زندگی؟ در رستوران هستم. گفتم نه یک کسی به خاطر ملاقات کاری میایم، منتظر او هستم. قسمت برو مصروف نمیزن. بعدم گپ میزنی.
عاشق بودم کن هنوزم عاشق هستم. میفهمی که شکارچی چه وقت اشتباه میکنه حافظ؟ چی وقت رئیس؟ زمانی که میخوای شکارش شکار کنه. مادر جان میشه که بعداً برات زنگ بزنم؟ اصال تلفن تا بته.